اندریک به المپیک لیون هیر وی گو. با اعلام فابریزیو رومانو و همچنین باشگاه المپیک لیون، اندریک مهاجم ناکام رئال مادرید به صورت قرضی به این تیم پیوست. اندریک 19 ساله فصل قبل با مبلغ 35 میلیون یورو به اضافه 25 میلیون یورو بند پاداش که شامل بندهای مختلفی میشد از پالمیراس راهی برنابئو شد تا برای مادریدیستا بازی کنه. اندریک با درخشش توی پالمیراس اسمش رو روی زبون‌ها انداخت، جایی که تونست توی 82 بازی برای پالمیراس آمار 25 گل و 4 پاس گل رو ثبت کنه و همین موضوع باعث شد تا نظر رئالی‌ها رو جذب کنه. اما توی رئال مادرید هرچی جلوتر رفت اوضاع برای این مهاجم برزیلی بدتر شد و با توجه به درخشش امباپه، وینی، بیلینگهام و رودریگو تو خط حمله رئالیا فرصتی به اندریک نرسید تا این بازیکن تصمیم بگیره برای درخشش تو ادامه فوتبالش و برگشتن به دوران روزهای خوبش این باشگاه رو ترک کنه. حالا شما نظرتون در این باره توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال سام فوتبال رو سابسکرایب کنید.